سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من تا الان تا این سنم هر اسباب بازی که دیدم قبل از اینکه بهش فکر کنم که برم باش بازی کنم، به این فکر کردم که چطوری خرابش کنم. نمیدونم این چه کار کثیفیه که من همیشه انجام میدم. بعد الان اینا رو دیدم میخوام اینطوری بازیشون کنم. و در ضمن این اولین بارمه که دارم کیملی باز میکنم. الانم یکیشو باز کنیم. از کجا باز میشه این؟ این باز نمیشه که داداش. آقا این باز نمیشه، به خدا این باز نمیشه. وایس چاقو رو بده من. چاقو نداریم مثلا. اینه ها. پیداش کردم. خیلی خوب، چاقو رو پیدا کرد. بس این اولین کیملیمه که دارم باز میکنم. من 18 ساله اولین بارمه که تو این سن دارم کیملی باز میکنم و خوشحالم. باز شد دیگه، چاقو هم نمیبره اینا. شما اول ببینید، من نمیخوام ببینم. اوکی برعکسه. اینا چقدر چیز میز داره. بچه کلی چیز میز داره. بذار همین چیز وایس هم نشونتون بدم. این کیه؟ الیوته، اسمش الیوته اگه اشتباه نکنم. این برچسب بشه، این 90 هم خوبه. کیه؟ نمیدونم کیه. اینه خلاصه. این بود توش. و بعد این هولی شت حاجی. درد و نفرین بر سفر با همین منو خوشحال کرد. بچه آقا لایک کنید، خواهش میکنم لایک کنید. اولین کیملی که باز کردم تو زندگیم یه آلفا کارت در آوردم. پشتش نوشته که رویال کارت بود فکر کنم. آره. بعد کیملی فوتبال کد. کد فوتبالشه. کیملی کد فوتبال. ولش کن، رویال در آوردیم. یه رویال در آوردیم. خیلی هم خوشحالم، خیلی هم خوشبختم. درد و نفرین بر سفر با 2000 years later. بعد خیلی خوب، اینو من از زمین برداشتم. خب بعد از اینجا در نیاوردم. خب همینو باز میکنیم. خیلی خوب. این خیلی خوبه، خیلی رو مخمه. خیلی خوب. اینم شما اول ببینید. ای بابا گندش بزنم بابا. این برچسب چقدر سیاهی. بچه همش 96. فعلا که بهتر بوده، تا الان که خوب بوده، تا الان راضی. این تا الان بهترین بوده تا الان.
بعد این چیه؟ این همون سیاه هست. اینها اگر تصویر منو نشون Two thousand years later. تا الان از این خوشم اومد میذارم همینجا باش. اینجا اوکی. ببخشید بچه‌ها، اینا یکم باید بیاد بالاتر، اینا دیده نمیشد. آقا از این کارتو نمیدونم چیه، اوکی، ولی من میذارم. خوشم اومد، خوشگله، خیلی خوشگله، خوشم اومد، میذارم همینجا باشه. خیلی خوب بچه‌ها، دیگه از اینجا به بعد خب من دیگه شانسی خودم در نمیارم. چرا خودم در میارم؟ من میخوام از چت جی پی تی کمک بگیرم. پس میخوام این ویدیو رو قطع کنم، از چت جی پی تی بپرسم که کدوم از یک از اینا رو انتخاب میکنه و یکی هم آلردی خودم انتخاب کنم، ببینیم شانس چت جی پی تی بیشتره یا شانس من. اینا رو میبینید؟ اوکی. من میام اینو یک حساب میکنم تا اینجا 10. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نه 10 نمیشه، 9. اوکی. و به چت جی پی تی میگم که already به میل خودش از یک تا 9 یک عدد رو بگه. هر کدومه که بگه من از اینجا شروع میکنم به شمردن تا اینجا. هر کدومه که بگه من باسش در میارم و یکی هم already به میل خودم در میارم، ببینیم شانس چت جی پی تی بیشتره یا من. اوکی، بزن بریم. خیلی خوب بچه‌ها، من از چت جی پی تی پرسیدم، اوکی، بعد اون گفت به من 7. اینجا عکسش میاد، خودم میذارم. اوکی. چت جی پی تی بهم گفت که عدد 7 رو انتخاب میکنه، پس میشمریم و عدد 7 رو واسش در میاریم. این یک، این 2 3 4 5 6 7. آقا این مال چت جی پی تی. اوکی. اینجا ادیتور بذار دیگه، بالا سرش بذار. اوکی. 10 20 میشمریم. 10 20 15 1000 اینو انتخاب کردم. خیلی خوب. این مال چت جی پی تی شد، این بنفشه مال من شد. اوکی. بریم اول شانس چت جی پی تی رو امتحان کنیم. اوکی. این مال من شد. تابو کو؟ آخ خدا. چاقو رو بذار اینجا. خیلی خوب. این شد. اوه، یه چیز اضافه داره، به خدا یه چیز اضافه. اوکی، اینا مال چت جی پی تیه. خب تا الان هم این برچسبش بوده و این آدمکش، و اما این کارت تا الان که چرت و پرت بوده. این دوتا تا الان که چرت و پرت بوده و اوکی. 96 دوتا 96 در آورد بینام. آقا این شد از شانس چت جی پی تی. اوکی. اینم کیملی منه. اوکی. اینا شد مال چت جی پی تی. ادیتور بذار اون این بالا بذار که کدوم مال کدومه. اوکی. اینم مال منه. نگو که حاجی اوه مای گاد. ببین رو شانس من شانس نیست. درد و نفرین باورتون نمیشه این همون کارتی بود که من تو اینترنت دیده بودم. هم این واسین، هم اینو دیده بودم. اوکی. هم اینو.
سیکتیر. اوکی. بعد اینم بد نیست، رنگش فرق میکنه و ادوانسه. امتیاز 7.5 میدم. واقعا تنوع کاریش خیلی خوبه، بی‌نظیره و اینکه آدمک میذاره که بچه‌ها سرگرم شن و این حرفا. بذار ببینم کدومشون چشممو میگیره. نمیدونم چند مثلا زر دادم. آقا ببینیم این شانس آخرمون چطوره. اگه خوب بود که یکی دیگه هم باز می‌کنه. اگه خوب نبود که دیگه ویدیو همینجا تموم میشه. اوکی. اوه از قیافش که خوشم اومد بهش. این دوتا کارت نمیدونم این بار آدی وای. 2,000 years later. اوکی. خیلی خوب بچه‌ها، اینا بودن از کارت هایی که من خودم خوشم اومد و یکیش که این بود واقعا خوشم اومد، رویال بود. اوکی کارتش رویال بود. اینم که خودم چون که سیاه پوست بود خوشم اومد.